سلام به روی ماه یکتون بچه ها، خیلی دوستتون دارم. اینجا کانال سولیفانه، من سهیلم و امروز قراره براتون یه خاطره خفن از مسافرتم به کرمانشاه براتون تعریف کنم. تا آخر ویدیو منو دنبال کنید، لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید، دوستتون دارم. بریم سراغ خاطرمون بچه ها. من 10 سال پیش یه پراید هاشبک مشکی نسیم داشتم، مدل 88. خیلی ماشین رسیده بودم. ما این ماشین رو تیونینگ کرده بودیم، رینگ، لاستیک، زنون، تو دوزی، خلاصه خیلی ماشین رسیده بودیم. با این بلند شدیم رفتیم کرمانشاه. رفتیم اونجا، معمولا هم میرفتیم خونه دایمینا. ما اونجا چون رفت آمد داشتیم، دایمینا قدیمیای اون محل بودن، خلاصه با همسایه‌ها خونه یکی بودیم دیگه. معمولا ماشین یا میذاشیم تو حیاط دایمینا یا میذاشیم دم درشون. اون روز که ما رفتیم، هم تو حیاط ماشین گذاشته بودن، هم دم در خونه دایمینا شلوغ بود. ماشین گذاشتیم جلوی در خونه همسایه روبروی خونه دایمینا. ماشین رو که داشتم اونجا پارک می‌کردم، یهو میلاد از در اومد بیرون. صدای ماشین شنیده بود، اومد بیرون، گفت بعد داشت تو خیلی خوش آمدی کوچیکی دم چند روز که ماشین کی اومدی؟ گفتم فدات شم میلاد جون فلان ماشینا. گفتم هستم، تازه اومدم چند روزه. بابا قدم رو چشم من گذاشتی، قدم گذاشتی رو تخم چشای من. وجدانند ایسری ناموسن یه چند وقتی بیشتر به من با هم بریم اشغال بکنیم. داشت یهو چشش افتاد من. گفتم چش فدات شم. یهو چشش افتاد به ماشین، گفت اک خدا داشت چه ماشین عزیزی جمع کردی، خدا رینگ عزیزه، باند عزیزه، سیستم نگاه چه عزیزه، روکش صندلی عزیزه، خدا چراغ سقفیش نگاه چه عزیزه، چه زنون عزیزی ناختی روش، خدا 3 کیلومتر رگش فلان. آقا هی تعریف کرد. گفتم فدات شم کوچیکم، عشق منی میلاد. راستی جلوی در گذاشتم جا پارک، اینا زایه نیست، جا بدی نیست. وای حرفا چه آقای بذار شد تخم چشای من، اینجا ما رو خودته، اینجا متعرق به خودته. گفتم فدات بشم کوچیکم اینا. آقا اما ماشین که داشت تعریف می‌کرد، داشتیم حرف می‌زدیم، خوشو بهش می‌گیم، یهو گفت داش سویل سویچ میدی من یه دوری توی محل بزنم، ناموسه عشق کردم. گفتم آقا منم تازه ماشین تیونینگ کردم، خیلی رو ماشین حساس بودم. گفتم میلاد شرمنده‌ام، الان نمیتونم. یهو اینو گفتم نه نمیشه. گفت داش سویل ماشینه بی زحمت وای میداری، الان داماد من قراره بیاد، جا پارک نداریم، من به جان تو به جان خودم بذار از کجا ماشین نشه. اگه تو جا پارک بریم من پیدا. گفتم مینا همین الان داشتی تعریف می‌کردی. گفتم بابا یزید گفتی نه اب نداره فلان. گفت به خدا هی الان زنگ زدم میخوام بیام. یزید تو میلاد. آقا خلاصه ماشین رو بردیم رفتیم گذاشتیم یه بار دیگه. ولی خب شب دوباره همدیگه رو دیدیم و بهش گفتم بیا بشین بریم یه دوری بزنیم. بابا یزید فلان عدلش در آوردیم، یعنی هم عدل ما در آورد، هم ما رو برد خلاصه تا آقوستان و گشتیم و اینا، عدل همدیگه در آوردیم. گفتم داداش تو خودت میدونی ماشین هزینه کردم، اینا میترسم. گفت بابا این حرفا چیه؟ میدانم با میشوره میرسه، میدانم چه میگی، حق داشتی. منم به خدا دامادم. گفتم یه ساعت داشتم هیچکی نه. خب می‌خواست بیا کارت میشناسیشون. خب چه جوری ای داماد ما نمی‌بینم، زنگ میزنم میگم میخوام بیام، ولی نمیگم. خلاصه آقا بچهای کرمانشاه خیلی خفن و مشتی و لوتی و با معرفتن. اینم یه خاطره خفن، چون خودم بچه کرمانشاه هم، بزرگ شده کرجم، ولی بچهای کرمانشاه مشتی لوتی نابن تو رفاقت. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم. تا یه خاطره بازی دیگه بگید برام، کامنت کنید بچه‌ها، لایک و سابسکرایب یادتون نره، برام بنویسید چه خاطرهایی براتون تعریف کنم، چه براتون بسازم و با چه لهجه‌هایی براتون حرف بزنم. عشق منید، دوستتون دارم. خداحافظ.